درست کردن یه دسر فوق‌العاده فقط با 3 قلم مواد. برای درست کردن این دسر شما نیاز دارید به یک میکسر. حالا من از غذاساز دارم استفاده میکنم، یا هر وسیله دیگه‌ای که دارید میتونید باهاش مواد رو مخلوط کنید. این میوه‌ای که من دارم داخلش میریزم کاملا اختیاریه، ولی من خربزه و طالبی داخلش ریختم. بهترین حالتش اینه که بذارید یخ بزنه که حالت خامه و بستنی میگیره، یه مدل خاصی میشه. ولی اگر میوه‌تون یخ زده نبود میتونید از میوه عادی استفاده کنید و به جای اینکه میوه یخ زده باشه از یخ استفاده کنید. من برای اینکه دوست دارم این آب میوه شیرین تر بشه همیشه بهش مقداری شکر اضافه میکنم و برای اینکه این مواد خب راحت تر بتونن با هم دیگه مخلوط بشن حتما یه نصف لیوان آب هم اضافه کنید. این کاملا سلیقه‌ایه که شما دوست دارید چقدر این مواد رقیق باشه، به میزان رقیق بودنش میتونید بهش آب اضافه کنید. حالا میذاریم که دستگاه میکسشون کنه. بعد از حدوداً 1 دقیقه هم زدن شما یه همچین بافتی از این ماده ها میگیرید که کاملا حالت بستنی داره. یه بستنی خامه خیلی خوشمزه که شما فقط با میوه های یخزده و آب و شکر درستش کردید. کلا این مدل نوشیدنی رو شما میتونید برای میوه هایی که خب زیاد ازش دارید تو یخچالتون مونده استفاده کنید. میتونید برای میوه هایی که مهموناتون فکر میکنید شاید نخورنشون ولی قطعاً به این صورت میخورن استفاده کنید. و اون حجم موادی که من استفاده کردم برای 2 لیوان معمولی کاملا جوابگوه، ولی خب من چون توی لیوان بلندی ریختم 1 لیوان پر به من نوشیدنی داد. بخورید و کیف کنید، واقعا خوشمزه است. واقعا یک بار درستش کنید و لذت ببرید.